سلام خدمت همه عزیزان. ما در راستای یک سری از سرویس هایی که ارائهش رو توی کانال تلگرامیمون خدمتتون گذاشتیم گفتیم یه سری توضیحات رو به صورت تصویری ارائه بدیم، شاید بهتر بتونیم بهتون کمک کرده باشیم. یکی از این سرویس هایی که توی کانالمون گذاشتیم پرداخت هزینه رزرو هتل مورد نظر شما در هر جای دنیاست. خب ببینید دوستان، سایت booking.com یکی از سایت های جامع برای پیدا کردن هتل در هر جای دنیا هست که بعد از اینکه کاربردش برای هتل ها در درجه اول قرار میگیره، در درجه بعدیش میتونیم برای پروازهای مختلف از کشوری به کشور دیگه، برای اجاره ماشین در کشورهای مختلف، برای ارزم به خدمتون رزرو تاکسی از فرودگاه به محل مورد نظرمون در کشورهای مختلف ازش استفاده کنیم که همه اینها رو توی بالای صفحمون میتونین ببینید. اگه موس رو ببینین اینجا توی استیز میتونیم هتلمون رو پیدا کنیم، توی فلایتس میتونیم پروازهامون رو پیدا بکنیم، توی کار رنتال میتونیم اجاره ماشین رو پیدا بکنیم، توی ایرپورت تاکسیز میتونیم رزرو کنیم که در چه تاریخی از چه فرودگاهی به کجا میخوایم تاکسی رزرو داشته باشیم. و در اینجا هم اترکشنز میتونیم جاهای جذاب اون محل مسافرتمون یا مقصدمون رو پیدا بکنیم. خب مثل هر سایت دیگه ای booking.com هم اینجا میتونین شما لاگین کنین توش که من قبلا لاگین رو انجام دادم. خب بریم تو سمت هتل هاش. خب شما فرض بکنید ما میخوایم بریم به یه شهری که معمولاً هموطنای عزیز ما بیشتر استانبول رو انتخاب میکنم. من اینجا استانبول رو میزنم. اینجا تاریخ رفت و برگشت رو من انتخاب میکنم. خب که مثلا الان فردا 25 آگوست هست، من برای فردا رو انتخاب نمی کنم چون یک مقداری ممکنه همه هتل ها رو کاور نکنه، ولی میام از 1 سپتامبر تا مثلا 7 سپتامبر رو انتخاب میکنم. از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر و میام روی تعداد نفرات. روی تعداد نفرات چون فرض کنید من 2 نفر رو انتخاب میکنم. خب اگر حیوان خونگی هم دارین Traveling with Pets رو اینجا فعال میکنیم. خب اگر به غیر از هتل شما بخواین خونه هم توی نتیجه جستجوها براتون بیاد، اینجا باید این تیک رو بزنید، یعنی I'm looking for an entire home or apartment. این رو اگر بزنین خونه رو هم براتون میاره. خب ما این رو هم اینجا قرار میدیم، سرچ رو بزنیم. خب همه موارد رو برای ما نشون داده که من اینجا میتونم بودجم رو هم محدود بکنم که مثلا بگم از $10 پر نایت گفته، یعنی به ازای هر شب از $10 تا $300. من میتونم اینجا محدودش بکنم، بگم شما از $10 تا مثلا $100 رو برای من پیدا کن. خب الان ببینید اینجا این تقریبا میشه گفت شبیه آپارتمان رو برای 6 شب و 2 نفر بزرگسال گفته $249 و اینجا هم مسیرها و همه اینا رو میتونیم توی سی availability نگاه بکنیم. خب ببینید
اینجا لوکیشن رو به ما نشون داده، اینجا عکس های اون محل رو به ما نشون داده، اینجا ویژگیاش به ما نشون داده. آشپزخونه داره، ایر کندیشنینگ یا همون ارزم به خدمتتون کولر گازی داره، اینترنت وای فای داره، بالکن داره و entire apartment to yourself و همه آپارتمان هم در اختیار شماست. خب اینجا هم باز میتونین دوباره آفر رزرو کردن تاکسی به شما داده. همون تاریخ ها رو دوباره به شما گفته تو اون تاریخ ها از 1 سپتامبر تا 7 سپتامبر 2 نفر بزرگسال و 1 اتاق که اینجا select an apartment رو میتونید بزنید، اینجا 1. خب ببینید اینجا نوشته pay in advance، یعنی گفته شما باید از قبل پولش رو بدید. اینجا من آیل رزرو رو بخوام بزنم میرم تو مرحله پرداخت پول. اینجاست، یعنی از اینجا به بعد خدمات ما شروع میشه. شما خودتون تا اینجا رو انجام میدین، پیش میرین، حالا خونه، هتل، هر جایی که بخواین میاین رزرو میکنین. اینجا که میخواین آیل رزرو رو بزنین با لینک ادمینی که توی کانال قرار دادیم صحبت میکنین، میگین من توی booking.com یا هر سایت دیگه، این رو برای مثال و برای آموزش گذاشتیم، یا توی هر سایت دیگه شما میاین محاسباتتون رو انجام میدین، رزرو رو انجام میدین و به ادمین ما پیغام میدین که من یه پرداخت $249 از طریق booking.com دارم. ادمین ما به شما پاسخ میده و اونجا ما دیگه $249 رو برای شما پرداخت میکنیم بسته به نرخ روز رو خدمتتون اعلام میکنیم. در صورت موافقت شما با نرخ پرداخت رو براتون انجام میدیم. خب چه ویژگی هایی داره؟ چرا ما باید اصلا از این طریق بریم؟ چرا ما نباید بریم مثلا تور بخریم؟ ببینید دوستان، یه نکته خیلی کاربردی خدمتتون عرض بکنم. اولا این که الان اینجا رو اگه نگاه کنین 41% تخفیف داده به شما. هزینه‌ش رو نوشته چقدر؟ $423. یعنی در واقع من 6 شب و 7 روز رو شما بفرمایید $250 رو هم در تاریخی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم ماکسیموم 60,000 تومان حساب بکنیم میشه 15 میلیون تومان برای 6 شب. شما 6 شب و 7 روز 15 میلیون تومان برای 2 نفر دارین پرداخت میکنین و یه آپارتمان کامل در اختیارتون هست. یعنی هر نفر 7.5 میلیون تومان. فقط همین هزینه رو با هزینه هتل توی تور مقایسه بکنید. خب من یه بک میزنم که برگردیم به بقیه جستجوهایی که اینجا برای ما نشون داده بود. اینم دوباره آپارتمان $119. ببینید هزینه ها رو، $356 یه کمی لوکس تر، $163. اینجا رو اگه نگاه کنید ببین نوشته entire studio در واقع یه اتاقی که تقسیم بندی شده همه چیش. دوباره اپارتمنت، بازم دوباره خونه. اینم یه جورایی در واقع مسافر خونه میتونیم بگیم. اینم هتل $378 هست. ببینید اینجا هم دوستان این قسمت رو خیلی دقت داشته باشید. وقتی که اینجا ریتینگش بالاه، الان اینجا رو اگه نگاه بکنین 8.9 نوشته شده از 477 تا نظری که داده شده، یعنی در واقع 477 نفر نظر دادن و تقریبا میشه اینجوری گفت که 89% رضایت خوب داشتن از این محل. خب محلم توی نقشه میتونین ببینین،
قسمتش رو گفته، توی محله فاتح استانبول هست و توضیحاتی هم که اینجا داده شده. خب بیش از این من وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم بگم که وقتی خودتون بخواید توی سایت های مختلف رزرو که حالا بوکینگ یکی از مشهورترین سایت هاست بیاین سرچ بکنید، میتونید هتل های دارای تخفیف رو پیدا بکنید و بابت پرداختش هم کانال تلگرامی ما و تیم سرویس دهی ما در خدمتتون هستن. مرسی از اینکه هم کانال تلگرامی ما که توی قسمت کامنت های یوتیوب قرار دادیم و هم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب میکنین و با کامنت ها و لایکاتون ما رو حمایت میکنین.